خبری سفری رئیس جمهور به ترسونزاده با عکس‌های کهنه. در آستانه جلسه سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل برگزار می شود. وزیر کارهای خارجی عربستان سعودی به تاجیکستان آمد. هدف از سفر نامعلوم. بیش از 440 نفر در میدان فوتبال در اندونزی کشته و زخمی شدند. در حالی که در شبکه‌های اجتماعی درباره فوت امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سر و صداها زیاد شدند، خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان اطلاع داد که امروز 3 اکتبر در شهر ترسونزاده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به خواجگی دهقانی اسلام رفته به جمع‌آوری حاصل شالی آغاز بخشید. گفته می شود که خواجگی دهقانی اسلام در دهات جور رحمانوف جایگیر بوده سال 2000 از جانب عائله باباخانوفا تأسیس یافته است و در اختیار خود 1.2 گکتار زمین دارد. همچنین بنا به اطلاع منبع ضمن این سفرش امامعلی رحمان در شهر ترسونزاده در افتتاح مؤسسه غیر دولتی تعلیمی مکتبی به نام میرزا ترسونزاده شرکت کرده با شرایط تعلیمی در آن شناس شده است. این هم در حالی است که در هر دو خبر از رفت سفری رئیس جمهور عکس گزارش نشده است و یگان عکس رئیس جمهور از رفت سفر در خبر نیست. علاوه بر این در ضمیمه فلیکر که با سایت رئیس جمهور پیوند است و از سفر و واخوری ها عکس گزارش میکرد، یگان عکس نو وجود ندارد و حتی این ضمیمه به مشکلی کشاده می شود. رسانه های دیگر از جمله خبرگزاری از پلوس نیز خبری سفری رئیس جمهور به شهر ترسونزاده را با عکس‌های کهنه اش بازنشر کرده اند. سنه‌های 13 و 14 ماه اکتبر سال 2022 در شهر آستانه قزاقستان جلسه سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل برگزار می شود. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجی قزاقستان خبر داده است. همچنین نشست شورای همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا و نشست آسیای مرکزی روسیه پیش بینی شده است. وزارت کارهای خارجی قزاقستان کشاده شوی اکریدیتاسیون خبرنگاران خارجی را برای انعکاس این نشست الکی اعلان کرده است. در خبر گفته می شود 13 اکتبر نشست ششم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا برگزار می شود. سنه 14 اکتبر جلسه شورای سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و نشست آسیای مرکزی و روسیه برگزار خواهد شد. وزیر کارهای خارجی عربستان سعودی شاهزاده فیصل ابن فرحان آل سعود دیروز 2 اکتبر با سفر رسمی به تاجیکستان آمد. در این باره اگنتی اطلاعاتی خاور با استناد به وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. در فرودگاه دوشنبه وزیر کارهای خارجی عربستان سعودی را معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان مظفر حسین زاده و دیگر شخصان رسمی پیشواز گرفتند. در خبر درباره هدف از سفر و جزئیات دیگری سفری وزیر کارهای خارجی عربستان سعودی به تاجیکستان گزارش نشده است. دست کم 125 نفر در یکی از بدترین حوادث بازی فوتبال در میدان در اندونزی شامگاه شنبه 1 اکتبر بر اثر ازدحام جمعیت کشته و بیش از 320 نفر زخمی شدند. این حادثه زمانی روی داد که هواداران باشگاه‌های ارمه و پرسبیا سورابیا پس از شکست 3-2 تیم ارمه در مالنگ واقع در شرق اندونزی به میدان بازی شورش بردند و با هواداران تیم برنده درگیر شدند. به گفته نیکا افینته رئیس پلیس منطقه جاوه شرقی به رسانه‌ها، تماشاگران به ماموران پلیس و خودروها حمله کردند و بیشترین تلفات جانی بر اثر هجوم جمعیت به یک دروازه خروجی بوده است. پلیس میگوید 34 نفر در داخل میدان و بقیه پس از انتقال به بیمارستان درگذشتند و 2 مأمور پلیس هم در میان کشته شدگان هستند. رئیس بیمارستان در منطقه هم گفته است برخی از قربانیان دچار ضربه مغزی شده‌اند و کودکی 5 ساله نیز در بین جان باختگان است. فدراسیون فوتبال اندونزی با اعلام تعطیل کردن یک هفته لیگ عالی و با بیان اینکه این حادثه چهره فوتبال این کشور را خدشه‌دار کرده است، گفته که تحقیقات پیرامون این حادثه آغاز شده است. جاکو ویدادا رئیس جمهور اندونزی در واکنش به حادثه‌ای که شنبه شب روی داد، گفته که چاره‌های امنیتی در بازی‌های فوتبال باید به دقت بررسی شوند. و افزوده است امیدوار است که حادثه شب شنبه آخرین تراژدی فوتبال کشور باشد و تکرار نشود.